سلام دوستان، فرض کنید که ما یه دونه پایان نامه داریم که با لاتک انجام شده. اینجا همه کارهای ما تکمیل شده. خروجی پایان نامه رو داریم، PDF رو هم گرفتیم، مراجع هم سر جاشونن. خلاصه همه چیز آماده است. فرقی نداره چه ارشد چه دکترا، فایلمون تکمیل شده. حالا میخوایم اینو برای سامانه همانندجویی کشوری بفرستیمش. خب چیکار کنیم؟ وقتی کارمون تموم شد، ویرایشگر لاتک رو میبندمش. این پوشه کاری است، پوشه که کل محتوای پروژه ما داخلشه. بریم یک لایه عقب‌تر. ما باید این پوشه رو تبدیل به یک فایل زیپ بکنیم. خیلی ساده. روی پوشه کلیک راست میکنیم و گزینه WinRAR Add to Archive رو میزنیم. یا توی ویندوز 11 میتونید گزینه Compress to Zip رو هم انتخاب بکنید که فرقی هم نداره. توی ویندوزهای قدیمی هم از بخش Send to میتونید گزینه مربوط به زیپ کردن رو بزنید. خلاصه به هر طریقی شده این پوشه رو فشرده کنید و تبدیل به یک فایل زیپش کنید. به این ترتیب فایل زیپ از کل محتوای ما ساخته میشه. دقت کنید، ما به خود پوشه کاری دیگه نیازی نداریم. ما فقط به این فایل زیپ نیاز داریم. حالا وقتشه که بریم به سایت همانندجویی و از این فایل زیپ خودمون باید استفاده کنیم. میریم وارد سایت همانندجو میشیم. توی این نوار بالایی گوگل سرچ میکنیم همانندجو، اینتر. همون نتیجه اولی که اومد خود سامانه همانندجویی هستش. اینجا باید اکانت خودتون رو وارد بکنید. ایمیل و پسورد رو وارد میکنم. این اکانت رو یا دانشگاه بهتون میده و اگر هم دانشگاه بهتون نده میتونید همینجا ثبت نام کنید. وقتی وارد سیستم بشید میبینید که برای پروپوزال کارشناسی ارشد، برای پروپوزال دکترا، چه میدونم پایان نامه ارشد یا حتی رساله دکترا میتونید درخواست ثبت کنید. برای دفاع کردن انجام همانندجویی توی ایران اجباریه. فرض کنید که ما میخوایم برای پایان نامه ارشد این کار رو انجام بدیم و درخواست‌های قبلی هم که اینجا لیست میشن. یه درخواست تازه میزنم، مثلا درخواست تازه برای ارشد رو انتخاب میکنم. اینجا عنوان رو میتونید به صورت دستی هم وارد بکنید، ولی مشکل اصلی ماجرا دقیقاً این قسمت پایینه. پایان نامه ما با لاتک انجام شده، نه با ورد. یک دکمه هست این پایین به اسم انتخاب فایل. متاسفانه این دکمه برای پروژه های لاتک اصلاً درست کار نمیکنه. ببینید فایل زیپ رو میشناسه، اما انگار فقط روی فایل های نرم افزار ورد مثل دات، داک، داکس و غیره جواب میده. ولی متاسفانه فایل های لاتک رو اصلاً متوجه نمیشه و حتی کاملاً اشتباه تبدیل میکنه و همین باعث میشه که درصد همانندی شما برای کارتون یه درصد کاملاً اشتباهی بشه. پس این روش رو باید کنسلش کنیم چون پایان نامه ما لاتکه. خب حالا چیکار کنیم؟ خیلی آسون. یه پنجره تازه باز میکنیم و وارد سایت ham.cafex.ir میشیم. همین وبسایت. به وبسایت یک پارچه ساز لاتک خوش آمدید. این همون وبسایتی که من ساختم. برای اولین بار در کل دنیا و برای همین کار هم طراحی شده. کافیه که فایل زیپ لاتک رو به سامانه تحویل بدید. همانندجو ساز دقیقاً فایل زیپ لاتک رو باز میکنه. هم فایل زیپ رو ساپورت میکنه، هم فایل رار، چون مخصوص برای لاتک طراحی شده. خب حالا فایل زیپ رو انتخاب میکنیم و بارگذاری شروع میشه. اینجا یه مبلغ ناچیزی رو پرداخت میکنید. اگر داخل ایران هستید میتونید با همین زرین پال پرداخت کنید. اگر خارج از ایران هستید میتونید دلاری پرداخت کنید و برای کاربران داخل ایران پرداخت ریالی به صرفه تره. بعد از وارد کردن مشخصات پرداخت و انجام تراکنش بلافاصله وارد مرحله پردازش میشیم. ببینید فوق‌العاده است. عنوان پایان نامه به صورت حرفه‌ای شناسایی شد. این پایین هم کل پایان نامه لاتک ما تبدیل به یک فایل واحد شده. چیزی که سایت همانندجویی یا بعضی از ژورنال ها میخوان دقیقاً همینه. به همین سادگی و به همین خوشمزگی. عنوان رو من کپی میکنم و میارم اینجا پیستش میکنم. چقدر ساده و راحت. این عنوان از روی محتوای خود پایان نامه شناسایی شده و حتی میتونید اصلاحش هم بکنید. این پایینم که گفتم کل کدهای آماده برای پروژه لاتک ماست. میتونید کپی کنید و میتونید دانلود کنید. روی دانلود فایل ادغام شده کلیک میزنیم تا فایل تک برای کل پروژه دانلود بشه. حتی میتونید یه نسخه به ایمیل خودتون هم بفرستید تا همیشه برای بایگانی در اختیار داشته باشید. من الان ایمیل خودم رو مینویسم. ارسال رو که میزنم بله ایمیلم ارسال شد. فایل یک پارچه لاتک ما آماده است. حالا من کدها رو کپی میکنم. میبرمش داخل سایت همانندجو پیستش میکنم.
به همین راحتی. در واقع مشکل اصلی سامانه همانندجوی کشور این بود که کلاً برای لاتک نیست و حتی اگر فایل زیپ لاتکی هم بهش بدی کاملاً اشتباه انجام میده. من در یک ویدیوی جداگانه این اشتباه رو بهتون نشون دادم و با هم مقایسه کردم. متاسفانه سامانه همانندجو یعنی همین دکمه سایتشون قسمت بسیار زیادی از پروژه لاتک کاربران رو میخوره و ناقص تحویل میده و این کلاً به درد نمیخوره، چون باعث میشه که نتیجه و درصد همانندی کار شما کاملا اشتباه در بیاد و مجبور بشید که دوباره هزینه بدید. اما از این لحظه به بعد به کمک سایت سمت راستی به راحتی محتوای کامل و درست پروژه رو به داخل همین جعبه منتقلش کنید تا درصد همانندی شما کاملا درست از آب در بیاد. میریم گام بعدی. برای چی این کارا رو کردیم؟ تا اینکه یه دونه گواهی بگیریم. اگر دنبال گواهی باشی ایمیل استاد راهنما تو ازش میگیری و همینجا وارد میکنی و در آخر تایید میزنی. بعد هم پرداخت همانندجو انجام میشه و منتظر درصد همانندی میمونی و دیگر تمام. همه این کارا رو فقط با یک کلیک، اونم از طریق سایت یک پارچه ساز یا سرویس لاتک مرج انجام دادیم. بعد از 10 الی 12 دقیقه هم فایل شما از روی سرور حذف میشه. پس حتما یه دونه ایمیل برای خودتون بفرستید. قبلا دانشجوهایی که با لاتک کار میکردن خیلی اذیت میشدن و کلا به صورت دستی این عمل یک پارچه سازی رو انجام میدادن، چون این کار نیاز به دقت و ظرافت بالایی داره و البته نیاز به دانش تخصصی لاتکی هم وجود داره و همین باعث شد که من این برنامه رو براتون بسازم. حتی مراجع بیبتک و بیبلاتک و کلی چیزای دیگه که مخصوص لاتک تشخیص میده و داخل این فایل میذاره. خلاصه به کمک تکنولوژی پیشرفتی که در این نرم افزار به کار رفته هر نوع فایل لاتکی برای همانندجو یا حتی برای مقالات پژوهشی آماده میشه، چون گفتم که بعضی از مجلات از محققین به جای کل پروژه لاتک فقط یه دونه فایل لاتکی ازشون میخوان که این سایت ما این کارم میکنه. چون نرم افزار لاتک مرج اینترنتی هستش همیشه در دسترس شماست. حتی با گوشی هم میتونید وارد سایت ما ham.cafex.ir بشید و حالشو ببرید. یک پارچه ساز لاتک در خدمت شماست. استفاده کنید، لذت ببرید و به دوستاتونم معرفیش کنید. این شما و این هم یک پارچه ساز لاتک جهان. لایک و کامنت یادتون نره. اگر سوال و مشکلی دارید حتما به گروه تلگرامی لاتک ما سر بزنید و عضو بشید. ما همیشه اونجا آنلاین هستیم و سعی میکنیم که در اسرع وقت بهتون پاسخ بدیم. من قاهر معروفی‌آذر هستم، سازنده لاتک مرج سرویس. تا درود دیگر، بدرود.